امروز برای اولین بار میخوام صدامو با این ور ضبط کنم که بلکه با کیفیت بهتری صدامو داشته باشین. خیلی الان حس و وایبم خوبه و اینجوری بودم که باید بیام باهاتون حرف بزنم، باید با هم دیگه صحبت داشته باشیم. موی جدید داریم اینجا، برعکس پادکست قبلی. نمیدونم قسمت قبلو گوش دادین یا نه، که قیافه ریخت و قیافه صدا همه چیز الان اینجوری واسهتون با قیافه قابل تحمل تر اومدم حرف بزنم. موهامو کوتاه کردم، بعد خودم کوتاه کردم، قابل تحمله. بعد دیگه کلی حرف دارم باهاتون. خوش اومدین به قسمت جدیدی از شمس تبریزی کست. این قسمت حتی آب آوردم گذاشتم اینجا که خیلی با خیال راحت بشینم براتون صحبت کنم، با هم دیگه حرف بزنین. خیلی موضوع دقیقی رو آماده نکردم، گفتم خیلی فی‌البداهه بیام، چون اگه قرار باشه بشینم زیادی فکر کنم تا ابد قسمت جدید پادکست نخواهیم داشت. واسه همین اینجوری بودم که تا حسش هست بلافاصله میریم برای ضبط. خب من امروز 28 سپتامبره و از یکم این ماه کارم رو شروع کردم. پادکست قبلی کاملا راجبش صحبت کردیم که چی شد من این کار رو گرفتم و تمام داستانهاش. واسه دوستانی که پادکست قبلی گوش ندن، من میگه هنوز بعد از یک ماه که دارم اونجا کار میکنم و هر روز اونجا گفتنش اینجوری هم که توی شرکت RTL یا RTL کار میکنم و گفتم که وقتشه بیام براتون بگم، با هم دیگه راجع به کارم صحبت کنیم که در اونجا چی میگذره و بیایم با هم دیگه رویا پردازی کنیم. یعنی هدف این بودش که این پادکست رویا پردازیه. چرا؟ چون من کلن آدم رویا پردازیم که یه موقع‌هایی مام بابام خیلی نگران میشدن، اینجوری بودن که شمیم چون خیلی بزرگ رویا پردازی میکنه می‌ترسن که خیلی مثلا آسیب ببینه، ناراحت بشه، به خاطر اینکه من از بچگی حالا در چیزهای مختلف همیشه خیلی عجیب رویا پردازی میکردم و مامانم اینجوری بشه که حالا بیا و انقدر بزرگ رویا پردازی نکن، ولی کاملا شخصیتمه و اینجوری هم که میخوام اینو داشته باشم، میخوام اینجوری باشم و هیچ وقت نذارین که جلوتون رو بگیرن. و من خدا رو شکر خانواده‌ای داشتم که درسته که یه ذره نگران میشدن که من لحاظ روحی آسیب ببینم، چون چیزی که همیشه بهش فکر میکنم و شاید بهش نرسم، ولی در این حال خیلی ساپورتم کردن توی رویاهام. اینجوری بودن که چرا که نه برو دنبالش، تلاش کن براش، چرا که نه. ولی از طرف مثلا توی اینجا مثلا تو دانشگاه واقعا نه اینکه بخوان مسخرم کنن، ولی مثلا بچه‌ها اینجوری بودن که مثلا وای مثلا نه مسخره طور، ولی میخندیدن که کاملا نمیتونم درک کنم، چون که من یه موقع‌هایی خیلی مثلا ممکن چیزای عجیب غریب بگم و اینا. ولی سر کار که بودم به این فکر کردم که 19 سالمه، 1 سال مهاجرت کردم و مسخره‌ام میکردم وقتی میگفتم که تلویزیون آلمان، ولی انقدر این رویاه صبح تا شب تو مغز من بود و وقتی که خیلی بهش فکر میکنید همش دنبال یه راهی هم هستی که بهش برسی. و الان دارم تلویزیون آلمان کار میکنم. هنوز جمله رو میگم تو مغز خودم، باید تکرار کنم که ببینم درست گفتم یا نه، یعنی چی. ولی اینو میخوام بگم و امروز برنامه اینه، قراره که با هم دیگه بشینیم اینجا و رویا پردازی کنیم. نمیدونم چند نفر آدم قراره که این ویدیو رو ببینن. هر چند نفر که قراره باشیم میتونید با دوستاتون به اشتراک بذارین. میتونیم که خیلی دوست دارم که جمعمون بزرگتر بشه. من قبلا انقدر خیلی انگیزه نداشتم که ویدیو بگیرم با هم دیگه صحبت کنیم و اینا، ولی حس میکنم که بیشتر وایبم و حسم باهاتون اینجوری صحبت کردنیه. بیام بشینم و با هم دیگه صحبت کنیم تا نسبت به کارهایی که قبلا توی کانالم انجام میدادم و اینا. ولی این حس میکنم بیشتر به روحیم میخوره و دوست دارم که یه موقع‌هایی هر چند وقت یه بار اینجا بشینیم و واسه هم دیگه وقت بذاریم
کامنتاتون رو همه رو میشینم میخونم. کامنت های ویدیوی قبلی میخوام یک دنیا ازتون تشکر کنم. خدای من واقعا سر بعضی از کامنت ها اینجوری بودم که واقعا گریم میگرفت. خیلی حرفای خفنی بهم زدین، خیلی حس خوب به من. اتفاقا خیلیشو سر کار که بودم واسم نوتیفیکیشن میومد که کامنتاتون روی گوشیم و میخوام بهتون بگم که همه‌شو میخونم و همتون برام مهمین و دوست دارم که تجربیاتمون رو با همدیگه به اشتراک بذاریم و کمک کنیم به همدیگه که رشد بکنیم. واسه همین دارم میگم که به عنوان کسی که مسخرم کردن خیلی موقع‌ها به خاطر رویا پردازی‌های غیر عادی بزرگم، به غیر از خانواده‌ام که همیشه حمایتم کردن، هیچ وقت نذارین که اینجوری هر چقدر هم بزرگ باشه رویاتون و غیر قابل باور اهمیتی نداره. کی فکرشو میگه؟ من امروز با مامان بزرگم تلفنی صحبت کردم و برگشتم بهش گفتم که آره سر کارم اینجوریه اونجوریه، داشتم واسه راجع به سر کارم حرف می‌زدم و برگشت گفت شایم تو ایران بودی هم همیشه رویات همین بود و همیشه راجع به تلویزیون صحبت می‌کردی و اینجوری بودم که میدونی، یعنی اینجوری نبودش که بگم که وای مثلا چقدر خوب میشد اگه اینجوری به این رویا میرسیدم. به این دید بهش نگاه نمی‌کردم، به این دید بهش نگاه می‌کردم که من قراره این الان بگم شغلی که الان دارم درسته خیلی راضیم، اینجوری هم که خیلی خفنه، ولی کاری نیستش که بگم تا آخر عمرم میخوام انجام بدم. واسه همین اینجوری هم که این قسمت قراره با هم دیگه رویا پردازی کنیم، قراره راجع به رویا هم بهتون بگم، چرا که نه. انقدر واسه همه بزرگ رویا پردازی میکنم، میخوام واسهتون رویا پردازی کنم و دوست دارم شما پا به پای من با من رویا پردازی کنین و ببینید که چی میخواین. بنظرم خیلی مهمه که آدم فکر کنه به این که چی میخواد توی چند سال دیگه کجا باشم، چی کار کنم، با کیا کار کنم، چقدر حتی یه سری هم واسه شون درآمد مهمه، چقدر درآمد داشته باشم، تو چه خونه ای زندگی کنم. این سبک از افکار رو واسه خودتون داشته باشین، به خاطر اینکه باعث میشه که انگیزه بگیرین. من ببخشید که من هی از بحث مختلف به هم دیگه میپرم، امیدوارم اذیتتون نکنم، چون که یه مقدار نوع صحبت کردن و خاطره تعریف کردنم همیشه اینجوریه، ولی تمام سعیمو دارم میکنم که روی یک خط پیش برم که اذیت نشین. مثلا امروز موقع نهار توی سر کارمون خیلی شانسی واسه اولین بار چون رئیسمون رو دیدم و خیلی یهویی اینجوری شدش که من بودم اون بود و یه جوری شد که با هم دیگه نشستیم و توی یه قسمتی داره سر کارمون که جای غذا خوردن کارمنده ارتل. بعد دوتایی نشستیم غذا خوردیم و با هم دیگه کلی صحبت کردیم و اینا. مثلا تا حالا هیچ وقت من نشسته بودم با رئیسمون انقدر طولانی صحبت کنم، ولی شروع کردیم با هم دیگه صحبت کردن و دقیقاً اونم همینو گفت. برگشت گفتش که رویا پردازی کردن خیلی مهمه و بهش برگشتم گفتم که هر موقع ناراحتم واقعا هم همینه، هر موقع حالم بده و واقعا از درون ناراحتم، چیزی که باعث میشه حالم خوب بشه رویا پردازیه. به خاطر اینکه به آینده فکر میکنم و شروع میکنم رویا پردازی کردنش و اون رویاها باعث میشه حالم خوب بشه. شاید واقعا خیلی منطقی قرار نیست به همش برسم، شاید هم به هیچ کدومش نرسم، ولی همین فکر کردن بهش باعث میشه که حالم بهتر بشه و اینو بهش گفتم، براش خیلی جالب بود این حرفم. حالا برمیگردیم به ادامه صحبتمون. سر کار چطوره؟ سر کار خوبه. یه ذره راجع به این صحبت کنیم. محیط کار جدیده، یه مقدار لحاظ روانی فشار روم هست و اذیت میشم از این نظر، به خاطر اینکه میدونم خیلی آدما بودن که این شغل رو میخواستن داشته باشن و من نمیخوام که این دیدگاه مثلا خراب کنم از نگاه کسایی که من رو انتخاب کردن، که میدونم قرار نیست این اتفاق بیفته، ولی دوست دارم که همش از انتخابشون راضی باشن، اینجوری باشن که خب ما خوشحالیم که این آدم رو انتخاب کردیم در مقایسه با بقیه. واسه همین دوست دارم بهترین خودم باشم، خرابکاری نکنم، کارا رو درست تحویل بدم، چون راستش رو بخواید من توقع نداشتم که به این سرعت من توقع کاری داشته باشن، ولی هست همچین فشاری. یعنی
بعد از 1-2 هفته یه سری کارا رو من دیگه کاملا تنها باید انجام میدادم. واسه همین یه مقدار از لحاظ روانی فشار روم حس میکنم، چون نمیخوام خراب کنم کاری رو یا بگن که گیجه یا هر چی. کسی تا حالا چیزی نگفته، تو ذهن خودمه طبق معمول زیاد از حد فکر کردن. ولی کاری که دقیقا میکنم اگه واسهتون سواله، به عنوان کار دانشجویی مربوط به رشتمه. خیلی پرسیده بودین که رشتم چیه. رشته من میدین ویسنشافت و میدین اینفورماتیکه، میشه علوم رسانه و کامپیوتر. یعنی 2 رشته است، لیسانس 2 رشته، رسانه و کامپیوتر. بعد و این رشتم هم چون که توی تلویزیون و رسانه است مربوط به رشته دانشگاه همه. این ماه رو تمام وقت کار کردم، یعنی 8 ساعت در روز کار کردم هر روز، به خاطر اینکه دانشگاه هنوز شروع نشده و تعطیلات بین دانشگاهه و هفته دیگه دانشگاه شروع میشه و باید 20 ساعت در هفته کار کنم. چی کار میکنم؟ بین برنامه‌های تلویزیونی که پخش میشه، الان مثلا یک شبکه تلویزیونی، چون ایرتل خیلی شبکه‌های تلویزیونی زیادی داره، واسه یکی از این شبکه تلویزیون‌ها که ایرتل پشنه باید به آلمانی اسمش میشه کورس زنده ابلاوف پلان، یعنی برنامه تلویزیون کوتاه مدت، یه همچین چیزی میشه ترجمهش. ولی یعنی چی؟ یعنی اینکه برنامه ها مشخص شده که چه ساعتی پخش میشه. مثلا به من برنامه رو میدن که در طول روز این ساعت این پخش میشه، این ساعت این پخش میشه، ولی بین این برنامه ها یه سری تریلر پخش میشه که وظیفه من اینه که تریلرهای بین برنامه ها رو بچینم، چک کنم که برنامه ها چه ساعتی پخش میشن، چه روزی پخش میشن و نسبت به اون تریلر بذارم که برنامه ها سر ساعت پخش بشن. یعنی مثلا بین یه سری برنامه ها، نمیدونم قطعا با این موضوع آشنا هستین که وقتی آدم تلویزیون میبینه بین یه سری برنامه ها کلی تبلیغ پخش میشه، هی تریلر پخش میشه. این واسه اینه که اون باگ بین این 2 تا برنامه زیاده و این باید پر بشه که برنامه بعدی آن تایم پخش بشه. یا بعضی از برنامه‌ها یه دونه 2 تا تریلر پخش میشه بعد برنامه بعدی شروع میشه. اون وظیفه منه که این کارو انجام بدم. یا اگه برنامه‌ای توی سریالا که پخش میشه قسمت جدیده، اون اولش یه چیزی میاد میگه مثلا این قسمت جدیده، از اون کارا رو باید انجام بدم. یا اگه برنامه‌ای مثبت 16 ساله یا مثبت 18 ساله و قرار پخش بشه، یه دونه نوشته بیاد که این برنامه مثبت 16 سال یا 18 ساله، اونا رو باید اضافه کنم. از اینجور کارا. یه چند مورد دیگه هم هست، دیگه نمیخوام خیلی خستتون کنم با جزئیات واردش بشم. ولی برنامه‌ریزی طولای هفته که چی پخش میشه، مثلا از قبل واسه 2 هفته بعد رو ما باید برنامه‌شو بچینیم. یکی از کارام اینه. کار بعدی که باید انجام بدم که خیلی واسه شهاب جالب بود، واسه شما هم احتمالاً خیلی جالب باشه، اینه که سریال ها و فیلم هایی که میخره مثلا اون شبکه واسه پخش کردنش، نمیتونن اون رو بلا فاصله شروع کنن به پخش کردن. نیاز داره که اون برنامه ها ببینن که اون تو چی میگذره، یهو قطع نشه، یهو صفحه سیاه نیاد، یهو صدا و تصویر با هم سازگار نباشه و اینا. هر مشکلی ممکنه باشه از جایی که ضبط شده و دارن میخرن این سریال رو یا فیلمو. واسه همین یکی از وظایف دیگه‌ای که دارم اینه که سریال ها رو یا فیلم ها رو خیلی سریع میشینم و نگاه میکنم که ببینم مشکلی نداشته باشن. این خیلی جالبه، واسه شهاب خیلی جالب بود. و در نهایت باید تایم تموم شدنشون، کی اینترو پخش میشه، کی تموم میشه، کی اون تیتراژش میره و اینا رو هم همشو تایماشو باید توی برنامه‌ای وارد کنم. یعنی این نیستش که فقط سریال رو نگاه کنم، یه سری اطلاعات هم باید وارد کنم. اگه بخوام بگم چرا، قول میدم دیگه بیشتر از این توضیح ندم، اگه خسته شدین راجع به کارم هم بگم و وارد بحث بعدی میشیم. کسایی که مثلا نتفلیکس و اینا دارن احتمالاً بشناسن. فکر کنم فیلیمو هم این رو داشت اگه
درست یادم باشه. موقعی که یه سری سریالا اینترو دارن، دیدین اون گوشه نوشته که رد کردن اینترو یا اسکیپ میتونید بکنید؟ اون به خاطر اینه که یکی مثل من نشسته اونو دیده و تایم شروع و پایان اینترو رو وارد یه برنامه کرده که تو بتونی اسکیپ کنی، اون قسمتش رو رد کنی. اینم یکی دیگه از کارامه و این از سر کارم. محیطم خوبه، اینم بگم، بچه ها اوکی هن. همه خیلی نایس و مهربون و اینان، خیلی راضیم. رئیسمون فوق‌العاده است و بهتون بگم انقدر این آدم عادی رفتار میکنه که من بعد از 3 هفته اینطورا فهمیدم تازه رئیسمونه و تمام مدت باش مثل بچهای دیگه رفتار میکردم، مثل بقیه کارمندای اونجا، چون اصلا نمیدونستم این آدم رئیسمونه. میرفت میومد، من اینجا بودم که سلام چطوری فلانه، خیلی جدی. یه بار کیک خریده بود واسمون آورده بود و اینا و من اینجا بودم که اینم کارمنده دیگه، فقط اتاقش فرق داره. و بعد فهمیدم رئیسمونه. درسته که این آدم با هم مصاحبه کرده بود موقع مصاحبه کاری، ولی نمیدونستم که واقعا رئیسمه. قرار دادم و این آدم نوشته، این آدم تصمیم گرفته که من اینجا کار کنم. و بعد که فهمیدم اینجا بودم که خدای بزرگ، خداوندا، این تمامات رئیسم بود. ولی حالا بگذاریم. محیط نایسیه. برمیگردیم به موضوع رویا پردازی. من یکی از بزرگترین رویاهام و دلیلی هم بود که رشته رسانه رو انتخاب کردم و دلیلی هم بود که الان تو تلویزیون کار میکنم، اینه که یه روزی برنامه خودمون داشته باشم. یعنی این همیشه رویای من بود. از همون موقع که من شروع کردم برنامه‌های تلویزیون رو دیدن، همش تو فکر این بودم که منم میخوام یه روزی شوی خودم رو داشته باشم. کمدی شو باشه، برنامه فان باشه، چون من کلا دوست دارم آدما رو بخندونم. شخصیت یه ذره فانتور دارم، نه اینکه حالا الان بگم من خیلی نمکم، نه واقعا نیستم، ولی شخصیت فانی دوست دارم حداقل داشته باشم و آدما رو بخندونم. واسه همین همیشه رویام بود که یه برنامه فان، مثلا نه برنامه خبری نمیخوام داشته باشم یا واسهتون تحلیل سیاسی کنم و اینا، نه. دوست دارم مجریگری کنم، دوست دارم مجری باشم و دوست دارم شوی خودمو داشته باشم. این رویای منه. و پادکستم خیلی واسم مهمه. مثلا دلیلی که الان دارم پادکست میگیرم چون که واقعا به پادکست علاقه دارم. کلا حرف زیاد میزنم و واسه همین دوست دارم بیام و براتون حرف بزنم. آره. و خیلی دوست دارم که ساپورتم کنین، به دوستاتون معرفی کنین و اینا و به هم بگین که اگر من یک روزی پادکست آلمانیم رو شروع کنم کدوماتون میایین و گوش میدین؟ آیا کسی هست اونجا که الان داره پادکست منو گوش میده و حاضر باشه موقعی که من پادکست آلمانیم رو شروع کردم بیاد و پادکستمو گوش بده؟ واقعا واسم سواله، چون هدفمه. اینجوری هم که من دوست دارم پادکست آلمانی داشته باشم، ولی شاید حالا نه لزوما در یوتیوب، شاید توی پلتفرم‌های دیگه بخوام پادکست آلمانیمو شروع کنم. ولی فرض کن پادکست آلمانی داشته باشم و بگیره و مهمون دعوت کنم. فرض کن آدمای معروف رو دعوت کنم بیان بشینن و با هم حرف بزنیم. یعنی واقعا رویام اینه که معروف، یعنی به حدی معروف باشه پادکست یا شوی تلویزیونی، اون که دیگه چه بهتر، شوی تلویزیونی داشته باشم واسه خودم، یعنی شوی خودم داشته باشم و وای بچه اگه مسخرم کنید به خاطر رویا پردازیم خیلی ناراحت میشم، چون بهتون گفتم من گنده رویا پردازی میکنم و اینجوریه که چرا آدم باید خجالت بکشه رویاهاشو بگه؟ چرا باید نگران باشیم که بقیه راجعمون چی فکر کنن؟ چون واقعا هستن کسایی که مسخره میکنن، کسایی که گنده رویا پردازی میکنن. تو کی؟ مثلا تو چی که همچین رویایی داری؟ ولی واقعا همینه که هست. خیلی ببخشید، خیلی تند بود، ولی واقعا همینه. رویا پردازی نکنیم پس چیکار کنیم؟ اون موقع تا آخر میتونم هم نکنم و الان شغلمو دارم و میتونم اینجا باشم که تا آخر عمرم میتونم همین کار رو ادامه بدم، چون شغل کولیه، شرکت به چه خفنیه و واقعا هم خیلی کسا هستن
الان توی کارمندهای ثابت بخشی که من کار میکنم همه‌شون دانشجو بودن و درسشون تمام شده و همینجا دارن ادامه کار میدن و به عنوان ولی کارمند ثابت، نه به عنوان مثلا کار دانشجویی. میتونم هم این کارو بکنم، ولی آدم رویا پردازی هم دوست دارم که بزرگ فکر کنم، دور، هر چقدر دور باشه رویاش، اینجوری هم که چرا باید مرز بچینم، چرا باید محدود کنم خودم و هیچ وقت نذارین خودتون، چون به نظرم بیشتر آدم خودش رو محدود میکنه تا بقیه محدودش کنه، علاوه فکر را. توی عمل که آره ممکنه از محیط، از کشوری که توش هستی، از خانواده، از دوستان، حتی از اجتماعی که توشی، مدرسه‌ای که توشی محدود بشی، ولی فکر تو کسی نمیتونه محدود کنه، خودت کنترلش میکنی. پس حداقل این تو رو که کسی اجازه نداره توش باشه و محدودش کنه رو نذارین کسی محدود کنه، چون تنها قسمتیه که دیگه کسی نمیتونه بره توش و جلوتو بگیره. پس آزاد باش و تا جایی که میتونی بذار که تا جایی که دور ممکنه باشه بره و فکر کنه و رویا پردازی کنه. اینم خیلی کوتاه بگم. من در حدی که یادمه توی ایران که بودم خیلی شبا با این امید میرفتم تو تختم قبل خواب که چشامو ببندم و رویا پردازی کنم راجع به خیلی چیزها، ولی اینجوری بودم که انگیزه بود برام، انقدر دوست داشتم این کارو، اینجوری بودم که الان وقت خوابه، قرار بریم و قبل خواب کلی رویا پردازی کنیم تا خوابم ببره و واسم مایه خوشحالی بود. اینجوری بودم که آخ جون. آره حالا ادامه رویا پردازی ما بگم. دوست دارم که آدم ها رو دعوت کنم و باهاشون صحبت کنم، سوال بپرسم. دراما من کلا دراما کوین نیستم، ولی خیلی دنبال میکنم اتفاقی اگه میفته از این اتفاقای دراماهای هالیوود یا اتفاقایی که بین آدمای معروف میفته و اینا، همیشه خیلی واسم جالبه. اینجوری هم که و میرم راجبشو میخونم یا ویدیوهاشونم که مطمئنم خیلیاتون از این کارا میکنین و من تنها نیستم و خیلی دوست دارم راجبش صحبت کنم. و اینجوری هم که آدما رو دعوت کنم راجب دراماهاشون ازشون بپرسم و همچین مدل شوی داشته باشم. و میگم پادکست آلمانی جزء هدفمه و دوست دارم اینا رو به آلمانی داشته باشم. دوست دارم شوی خودم رو در تلویزیون یا هر جای دیگه داشته باشم به آلمانی و پادکستم همینطور. و 2 تا مجری هستن که فکر کنم توی 99.99% درصد فیلمام یا اسمشون رو گفتم یا در حد 1 میلیونیوم ثانیه هم شده راجبشون صحبت کردم که این آدما خیلی واسه من مهمن. 2 تا مجری آلمانی هن که واقعا آرزومه یه بار بشینم باهاشون صحبت کنم. یکیشون رو دیدم یه بار توی برلین که بودم، توی ضبط یکی از برنامه‌هاش رفتم و اینجوری به هم مشت زدیم و خدای من یکی از بهترین روزهای زندگیم بود. ولی با هم نتونستیم صحبت کنیم چون سر ضبط برنامه بود و شرایطش نبود که بتونیم با هم دیگه صحبت کنیم. ولی دوست دارم که بشینم باشون صحبت کنم و بگم که من تو ایران برنامه‌هاشون رو می‌دیدم و چقدر دوستشون دارم و چقدر این 2 تا آدم واسه من ارزشمند و مهمن. و یکی از بزرگترین رویا پردازی هام که الان تقریبا میشه 4 سال که این شروع، یعنی از 4 سال پیش این رویا هست و هنوز هم که هنوزه برام بزرگترین رویاست، این که با این 2 تا آدم کار کنم. اسمشون یوکو اون کلاسه، اگه کسی واسش سواله میتونم عکسشون رو بذارم براتون اینجا. ولی دوست دارم با این 2 تا آدم صحبت کنم، راجع به خودم بهشون بگم، راجع به داستانم و بهشون بگم که شما 2 تا دلیلی بودین که من علاقه‌مند شدم به تلویزیون آلمان، تصمیم گرفتم رشته رسانه بخونم، تصمیم گرفتم تلویزیون کار کنم، شوی تلویزیونی خودم رو داشته باشم و خیلی تو زندگی من تاثیرگذار بودین، مهم بودین. ببین فکر می‌کنم فرض کن وای خدایا، فرض کن من یه روز اینا رو دعوت کنم تو برنامه خودم.
خدای من اصلا راجبش حرف میزنم احساساتی میشم، اینجوری هم که خیلی دوست دارم ببینمشون. البته که خیلی خوشحالم فارسی حرف میزنیم و همکارام قرار نیست هیچ وقت این ویدیو رو ببینن و بفهمن تو شبکه‌ای که اون دوتا کار میکنن بزرگترین رقیب ارتل و من خیلی راجبش تو سر کارم نمیتونم صحبت کنم و بگم که چقدر اینا رو دوستشون دارم، چون دارن خودشونو میکشن که بهتر از اون شبکه تلویزیونی باشن و من نمیتونم بگم آره من واسه شما کار میکنم ولی طرفدار اونام، نمیتونم از این کارو بکنم. ولی آره با شما میتونم به فارسی، به زبان زیبای فارسی بگم، چون که همکارم نیستین. اگه خدا بخواد، اگه نفوذی نداشته باشیم بینتون که بره منو لو بده. البته که توی مصاحبه کاریم گفتم اینو، به نظرشون جالب و فان بود. اینم از رویام، این که دوست دارم با یوکو کلاس کار کنم. خدای من الان که دارم حرف میزنم اینجورم که خب زودتر خداحافظی میکنیم، من میخوام برم یوکو کلاس نگاه کنم، دلم واسه شون تنگ شده. خدایا بیاین به من از رویاهاتون بگین. خیلی نمیخوام این قسمت رو طولانی بگیرم، اذیتتون کنم. قسمت قبلی دلم خیلی پر بود، واسهتون 40 خورده دقیقه صحبت کردم. این قسمت میخواستم فقط بیام از رویاهام بهتون بگم. شلوار ماهیم و بابام برام خریده بود موقعی که ایران بودم، همینجوری گفتم بهتون بگم، خیلی دوستش دارم. و موهامم داستانش اینه که دلم نیاز به یک تغییر داشتم، نیاز به یک تفاوت که اینجوری باشم که موهامو خیلی دوست داشتم، موهام واقعا بلند شده بود و خیلی دوستش داشتم، ولی اینجوری بودم که من نیاز به تغییر دارم و موهامو کوتاه کردم و خیلی جالب بود. یکی از کارمندای ارتل که باش صحبت می‌کردم برگشتم بهش گفت منم روزی که استخدام شدم، نگفت اون روز ولی گفت موقعی که استخدام شدم تو ارتل موهام همیشه خیلی بلند بود تا اینجاهاش بوده و گفت از اینجا موهامو زدم، چون حس می‌کردم موی خیلی بلند باعث میشه که نقابیه، یه چیزی که میتونی بری پشتش قایم بشی، خودتو بپوشونی. و گفت رفتم موهامو از اینجا زدم که میدونیم حسی که انگار میای بیرون میدرخشی، چیزی نداره که دیگه پشتش قایم بشی. من منطقم خالی اینجوری نبود و من منطقم این بودش که نیاز به یک تغییر داشتم. و اینکه واسه اون دوستایی که دارن دوران سختی میگذرونن میخوام بهتون بگم که من خیلی دوستتون دارم و همیشه به این فکر کنید که همیشه یکی هست که دوستتون داشته باشه و توی اوج ناامیدی‌ها میدونم کلیشه ترین چیزیه که الان میشنوی و الان ممکنه فوشم بدی، ولی میگذره و اتفاقی میفته که یه ذره امید پیدا میکنی که ادامه بدی. معلوم نیست کی، ولی بالاخره میاد موقعی که یه ذره انگیزه پیدا کنی. اگه من انگیزتم بیا به هم بگو، چون که باعث میشه که بیشتر ویدیو بگیرم اینجا باشم که خب من میخوام بهت انگیزه بدم، چون میدونم که اثر کرده. دوست دارم که انگیزتون باشم، میام از این بعد بیشتر باهاتون صحبت میکنم، چون که چند نفر اومدن و واسم نوشتن که تو شدی، وای شبیه نهایی، تو شدی دلیل این که فراموش بکنم دردام و وای تقصیر شهابه ها با این آهنگایی که میذاره تو خونه رفته تو مغزم. اینو می‌خواستم بگم، ببخشید. اونا که من گفتن تو شدی دلیل انگیزم، این که حالم بهتر بشه، حوصله نداشتم، حالم بد بود، تو دوران سختی بودم، پادکستو گوش دادم و حالم خیلی بهتره. واقعا واسه شماها دارم این ویدیو رو میگیرم و امیدوارم که اگه حوصله نداری، ناراحتی، حالت خوب نیست، این ویدیو انگیزه‌ای بشه برات و بدونی همیشه یکی هست که دوستت داره، واقعا همیشه یکی هست که همیشه پشتته. و بهتون میخوام انرژیمو بدم که شده یه لبخند بزنید و به اطرافیانتون هم عشق و محبت بورزین،
توی مترو، قطار، این ور اون ور سوار میشین، تو خیابون به هم دیگه لبخند بزنید. شاید روز یکی رو واقعا عوض کنید، به یکی انگیزه بدین، یکی رو خوشحال میتونید بکنید با این کارتون. و چون که دو طرف از همون انرژی هم به خودتون از اون آدم میگیرین. حالا درسته که بعضیا رو بهشون میخندی و اینجوریه که و ممکنه خیلی حالت بد بشه، ولی خیلی هم مثلا بهشون لبخند میزنی و اون آدم هم به تو لبخند میزنه و تو اینجوری که نایس. امتحان بکنین و اینکه خیلی اون بیرون چیزای قشنگ هست. منم خیلی دوران سختی رو گذروندم، خیلی موقع هنوز سری اتفاقا میافته که واسم سخت باهاش کنار اومدن، ولی اینا رو میگم که خودم هم بشنوم. اینجوری نیستش که فکر کنید که من الان توی بهترین حالت روانی و ذهنیمم، نه، ولی میخوام اینو بهتون بگم و به خودم هم میگم اون بیرون کلی آدمای خوب هست که قراره در آینده باهاشون آشنا بشیم، کلی اتفاقای خوب، تجربیات خوب هست که قراره تجربه کنیم. پس ازتون میخوام که اون هنوز امید داشته باشین و ادامه بدین، هر چقدر هم که سخته این دوران میگذره. و همیشه واسه خودم تکرار میکنم اینجوری هم که شاید کلی اتفاقای خفنی پیش روته که قراره تجربهشون کنی، کلی آدمای خفنی پیش روته که قراره باشون آشنا بشی. پس اینجوری بهش فکر کن. خیلی دوست دارم دیگه، بیشتر از این نمیخوام سرتو درد بیارم. ممنونم که تا آخر پادکست به حرفام گوش دادی. خیلی خوشحالم که هستن کسایی که پادکست همو گوش میدن و خسته نمیشن از حرف زدنم و دوست دارن که حرف زدن منو حتی گوش بدن. خیلی حس خوبیه. مرسی که هستیم. براتون خیلی روز خوبی رو آرزو میکنم. اگه شب دارین و گوش میدین شبتون بخیر باشه. امیدوارم خیلی خوب بخوابین. اگه صبحتون خیلی بخیر باشه. امروز رو بترکونید و خیلی روز خوبی داشته باشین. آره منم کم کم میرم و بوس به کلتون و خیلی دوستتون دارم.